به نام خدا، به جلسه جدید یا جلسه هفتم از آموزش لیست ها خوش آمدید. در این جلسه یکی دو تا تابع جدید دیگه میخونیم که روی لیست ها استفاده میشه و نهایت کوشش میکنم که به زبان ساده بگم و به شما بهتر بتونید بفهمید و متوجه بشید که کارکرد این متد هایی که در حال حاضر ما بخونیم کارکرد اینا چیه و به کجا کاربرد داره. در جلسه گذشته ما تابع سورت خوندیم یا فانکشن سورت خوندیم که حتی میتونیم سفارشی کنیم و با اونا کار کنیم و ازش استفاده کنیم. در این جلسه ما این توسط سورت و یک حلقه فور ما این که تک تک این کلماتی که داریم اینجا، تک تک ایندکس ها، حرف اول یا حرف به صورت دلخواه یا سفارشی یک حرفی از این اسمها انتخاب کنیم و بیایم داخل یک لیست جدید اضافه کنیم. مثلا ما هر اسم حرف اول اسم بیاد داخل یک لیست جدید اضافه کنه و اونا رو داشته باشیم. اولین کار یا اولین قدمی که ما بخوایم داشته باشیم یک لیست باید داشته باشیم که این حرفای اولی بره داخل اون لیسته ما. خب لیست ما میگیم لیست و نوعیت لیست یا تایپ لیست رو اینجا معلوم میکنه. میگیم که داخل این لیست ما رشته یا حرف میخوام اضافه شه، پس از نوع استرینگه. اینجا میگم استرینگ. بعد نام لیست میگم ریزالت، مثلا به این لیست بشه. تمام، به همین سادگی. حالا میام اینجا و ریزالتر اینجا چاپ شد. ببینیم ریزالت برام اینجا خالیه، هیچ چیزی نداره، درست؟ بله، پس اینو کامنتش میکنم. بریم سر اصل مطلب. ببین ما یک حلقه فور باید داشته باشیم که تک تک این نام ها بخونه. پس بنابراین میایم حلقه فور مینویسیم. حلقه فور هم قبلا هم خوندیم و ساختارش هم همینه که به همین منوال بنویسیم. میگیم ور آیتم، اینجا یک نام میذاریم به جای این آیتم هر اسم شما میتونیم بگذاریم. میگیم ور آیتم این مثلا نیمز. تمام. حالا میایم اینجا آیتم پرینتش میکنیم. ببینیم داخل این آیتم چی داریم، داخل این فوره چی چیزهای ما داره. ببینیم وقتی ما چاپ کنیم اینجا گفته علی، سارا، امید، ندا و رضا. در آخر رضا نوشته. خب حالا ما چه کار کنیم که حرف اول اینو بگیریم؟ ما گفتیم لیست ها ایندکس داره دیگه، درسته؟ آفرین. خب این تک تک ما ایندکس هایی اگه خواسته باشیم به دست بیاریم چی رقم؟ مثلا اینجا اگه مثلا قبل از این فوره بیام این فورو میام فرض مثلا کامنت میگیرم، داخل اینجا میام میگم پرینت کن نیم، درست؟ نمی که پرینت کنم لیست بام چاپ کرد. من اگه بگم ایندکس صفر رو برام چاپ کنم چیکار کنم؟ اینجا که بیام این عدد صفر میزنم. ببین برام علی چاپ کرد، درسته؟ علی برام چاپش کرد دیگه. پس من به ایندکس صفر به این شکل دسترسی دارم. حالا میام اینجا بهش چی میگم؟ بهش میگم بیا ایندکس صفر حرف صفر برام بده، یعنی حرف اول برام بده. این پس بنابراین به این شکل تونستم کاراکتر اول این هر ایندکس داشته باشم. پس اینجا به همین راحتی میام میگم result داد اد کن چی؟ آیتم چی؟ آیتم صفرم. حالا این پرینت هم از اینجا بر میدارم و این پرینت هم از اینجا آزادش میکنم. حالا وقتی بخوام پرینتش کنم یه لیست جدید دارم که این لیست من از حرفای اول هر نام این لیست نام ها منه. مثلا آمده حرف علی، حرف اولی رو آر برداشته، حرف دوم از سارار اسر برداشته، حرف سوم امید اور برداشته الی آخر. خب اگر یه کارا دیگه میتونم مثلا اینجا انجام بدم، داخل همین میتونم بگم دات تو lower case، یعنی شما بیا این حرفایی که داخل این لیست اد میکنی بیا اینا رو با همه با حروف کوچیک تبدیل کن. دوباره که اجرا بکنم همه حروف کوچیکه. اگه بیام اینا رو برعکسش کنم بگم تو upper case، همه با حروف بزرگ انجام بده، با حروف بزرگ انجام بده. و این کار
میتونیم در یک سری از موارد توی پروژه ها خب از این استفاده بکنیم و این مواردی بود که گفتم به شما آموزش بدم. خب این از درس قبلی بود. درس جدید یک تابعه هست که به صورت رندوم ما بیایم یک لیست بخونیم. اینو کلا اینا رو من حذفش میکنم. خب ببین ما یک جاهایی هست که ما لازم داریم که از رندوم استفاده نکنیم، بیایم از یک تابع دیگر استفاده کنیم که اون تابع به صورت رندوم یا یک لیست با ما برگردونه یا فقط یک ایندکسی از لیست با ما برگردونه. مثلا میام میگم name dot، ببخشید چی نمیشه شد، اینجا میگم name dot این تابع برام استفاده بود. این چه کار میکنه؟ ببین حالا من نیمز چاپ کنم که شما ببینید. در اخیر اینجا این امپورت شد بچه. خب به خاطر ایرور، به خاطر اون بود. خب حالا اول این لیست من علیه، چرا این رضا رو آورد؟ دوباره لیستمو پرینت کنم بازم رضا آورد، باز دوباره امید آورد. میبینید هر کدامش متفاوته. ایندکس های این به صورت پراکنده میاره توی، پس اون توی همون روی همین لیست من اجرا میکنه. یعنی به صورت رندوم و تصادفی میاره اینها رو به صورت تصادفی چیدمان میکنه توی لیست من. خب من دوباره اجرا کنم ببین دقیقا این کار میکنه. خب حالا من میخوام هر بار فقط با یک کوچکترین تغییر میخوام هر بار برام یک نام برام بده. یعنی دقیقا میام هر بار یک نام بده، یا اولین نام بده، آخرین نام بده. برام چیکار میکنم؟ اینجا میام میگم نقطه فرست. ما فرست و لست و اینا رو داشتیم دیگه داخل لیستا دیگه. حالا میام ببین تنها برام یک نام داد. دوباره که من اینو اجرا کنم علیر میده، 3 باره ندار میده، 4 باره امید. هر دفعه یک نام متفاوت میده. نام همونه، ببخشید متفاوت منظورم اینه که هر دفعه تصادفی یک نام برام میده. ببین دقیقاً هر نام برام به صورت تصادفی میده. حالا من میام میگم لست، آخرین نامی از این لیست بده. لیست زمانی که برام چاپ کنه آخرین لیست مثلا فلان، فرض کنه مثلا این لیسته که برام چاپش کنه مثلا ندا باشه، اون ندا رو میاره برام چاپش میکنه. حالا ببین مثلا سارا اینجا بعد از این که به صورت رندوم شد لیست من مثلا شده فلان، بعد اون آخریش آوردم. بذار یه کار بکنم شاید این بشه معلوم بشه که این آخرش کدومه. ببین آفرین اینجا من تونستم معلوم کنم. ببین من وقتی این لیست رو چاپش کردم اینجا آخر این لیست سارا بود دیگه، درسته؟ من بهش گفتم شما بیا آخرین نام این لیست بعد از به صورت تصادفی شده برام چاپش کن. اینجا آمد سارا رو برام چاپ کرد. دوباره اجرا کنم ببین علیه این آخرش، ببین اجرا کرد. من اینجا مثلا بیا یه کار کنم بهتر بتونیم ما اینا رو متوجه بشیم. مثلا می نویسم last. خب این کار رو انجام میدم، اینو میگم first. بذار اینو بگم ای بابا چی شد؟ first. بعد میام اینجا میگم first هیچ RST first. خب حالا بهتر شد. ببین اینجا دوباره که اجرا کنه ببین last که آخرین باشه علیه، اولش هم سارایه. یعنی فرست شد سارا، لست شد علی. یعنی اینجا این به صورت رندوم لیست به من داد که این لیست من به صورت تصادفی چیدمانش انجام شده و اینجا که من خواستم اینا رو اجرا کنم دقیقا برام همین شکل داد. مثلا خیلی راحت من میتونم این یک سر توابعی که روی استرینگا انجام شد اینجا انجام، مثلا بگم تو lower case تو upper case، حالا میگم این تو lower case، این بعدیشو میگم تو upper case. ببین یک کوچیک نوشت یکی بزرگ نوشت. این کارا رو من میتونم انجام بدم و حتی یک سری شرط ها و موارد دیگر هم میتونید شما روی این لیست ها انجام بدید. و این از درس جدید ما فقط این تابعه بود به صورت رندوم استفاده میکرد. کار کردشم روی یک سری اگر اشتباه نکنم روی یک سری
برنامه‌ای هست که مثل شرط شما مثلا میایین که یک حلقه یا دایره داری که شما میچرخونی که روی یک آبجکت به صورت رندوم بیسته این کار میکنی. یا مثلا شما میایم یک اپلیکیشن میسازید که اون به صورت تصادفی یک نام بگه، از سوی خیلی از نام ها یک نام به شما بگه، یا بیاد فرض مثال آخرین نامی از فلان لیست به شما بگه یا اولین نامی از فلان لیست به شما بگه. شما میتونیم از این تابع استفاده کنید. انشاءالله که این تابع به شما خیلی جالب بوده باشه و جذاب و پر کاربرد و از این هم بتونیم به پروژه ها خود استفاده کنیم. و نهایت کوشش هم میکنم که بتونم به ساده ترین شکل ممکن درس بدم و شما بتونیم استفاده کنیم. موفق و پیروز و سربلند باشین. به امید دیدار. خداحافظ.